چرا خوشبخت بودن مشکل است؟ چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما میشوند رها نمیشویم. و چیز دیگر این که کلید خوشبختی خود را در جیب دیگران قرار دادیم و باور نداریم که خوشبختی ما در دست خودمان است. پس معلوم می شود که کلید خوشبختی درک این واقعیت است که آنچه برای شما رخ می دهد مهم نیست، بلکه چگونگی پاسخ شما مهم است. خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد، بلکه کسی است که با مشکلی‌هایش مشکلی ندارد، میگوید نویسنده توانا و شناختی امروزی آمریکا ریچل هالیس در کتاب خودت باش دختر. این کتاب درباره این همین گونه موضوعایی که هر یک بانو باید فکر میکنم بخواند و بداند در این کتاب همه جمع آمدن و خوشبختانه مرکز خرد این کتاب را ترجمه و نشر کرد. و من فکر میکنم که در روز مادران این یکی از بهترین تحفه است که ما میتوانیم برای بانوان خود این کتاب را تحفه کنیم. شما کتاب را میتوانید در همه سوپرمارکت های یوبر، دکان‌های کتاب فروشی شهر دوشنبه و دیگر ولایت‌های کشور دسترس نماید. به همه شما برار میخواهیم. بهار به همه شما مبارک باشد.